تحولات تاجیکستان و جهان را من شعله گلخوجه تقدیم شما میکنم. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع را مطرح میکنیم. مراد عریفов هنرمند معروف تاجیک در آرامگاه لوچو به خاک سپرده شد. هنرپیشه شناخته کینو و تئاتر پس از بیماری طولانی در سن 83 درگذشت. امروز ما رودکی از نو بار دیگر می‌گذرانیم. از کودکیشان حتی که در بغل مادرشان پشت صحنه می‌ایستادند. حل بحث مرزی با تاجیکستان ساده و آسان نیست. سفیر قرقیزستان در دوشنبه ادعای وکیلان کشورش را بی‌اساس نامید. آنها نمیتوانند به این کار را انجام هم نمیدهند. فکر میکنند که با خدا سلام علیک میکنند یا از ریشش میگیرند. و در دوشنبه چهره آسیایی را انتخاب کردند. پایتخت تاجیکستان برای اولین بار میزبان فستیوال مد شد. غالب به کره جنوبی می رود. امروز در شهر دوشنبه با مراد عریفов هنرمند معروف کینو و تئاتر تاجیکستان ویدو نمودند. آفریننده نقش‌های برجسته و تاریخی دیروز در پی بیماری طولانی درگذشت. آخرین نقشش را در کینو مراد عریفov 4 سال پیش بازی کرد، اما آرزوی آفریدن ابراز خیام را در پرده سینما به خاک برد. برای یوسفی در مراسم جنازه مراد عریفov شرکت داشت. در مراسم ویدو با مراد عریفov هنرمند معروف تاجیک ده‌ها تن از فرهنگیان و مقامات در حوله منزل نوش در شهر دوشنبه حضور داشتند. از او به صفت نابغه‌ای در هنر سینمای تاجیک نام بردند. امروز ما رودکی از نو بار دیگر می‌گذرانیم. بزرگترین هنرپیشه، صنعتکار، بزرگترین شخصیت که از دوره جوانیشان با همین کار بند بودند، از کودکیشان حتی که در بغل مادرشان پشت صحنه می‌ایستادند، بازی مادر را می‌دیدند. مراد عریفov به صحنه سینما به صفت کارگردان وارد شد و اما همچون هنرپیشه در فیلم ابن سینای کارگردان کامل حرمتov نقش اولین خود را اجرا کرده است. شروع کرده از اون فیلم و بعدتر سال 1959 وقتی که نقش استاد رودکی را در فیلم قسمت شاعری بوریس الکسیویچ کیمیاگرف اجرا کردند، افتخار و اعتبار سینمای ملی ما را و ما و سینماگران و به فرهنگ ما تحفه کردند، اهدا کردند. با نقش رودکی مراد عریفov در جشنواره بین المللی فیلم‌های قاهره صاحب جایزه بهترین بازیگر نقش مرد شد. به قول سینماگران به دنبال این پیروزی مراد عریفov اعتماد و اعتبار به سینمای تاجیک تقدیم شد. مراد اولین اکتورهای کسبی مراد همون سال 1956 که داخل شد تاشکند، یک تاجیکی بزرگ، رژیسوری بزرگ کامل حرمتov در فیلم ابوعلی ابن سینا در نقش اساسی، ولی مراد 18-19 ساله بود. مراد عریفov نقش ابوعلی ابن سینا بازی کرد. همکاران و هنرمندان هنر مراد عریفov را در تازگی اندیشه و تغییر هر لحظه‌ای آن برای جلب تماشاگر تاکید می‌کنند. همین هنرش او را به فهرست هنرمندان خاص سینما وارد کرده است. او دفعه اخیر در فیلم معلم کارگردان ناصر سعیدov نقش اجرا کرد. آرزو داشت که روزی در نقش خیام در پرده سینما هم پدید آید. مراد عریفov در زندگی خانوادگی نیز خاص بود. گناوایت عریفova همسر هنرپیشه که تا آخر در کنار شوهر بیمارش بود گفت عزیزترین شخصی او از این جهان رفت. من آدمی خانگی بودم، او آدمی جمعیتی بود. او مشغولیت‌های خود را داشت، من دوستانی خود را داشتم. ما با هم دیگر خلل نمی‌رساندیم. بعد گرفتاری به سکته مغزی مراد عریفov چند سال اخیر بیماری بستری بود. دوستانش میگویند از او خانواده‌اش مراقبت خوب میکرد، ولی شام 29 اکتبر مریضیش خروج کرد و او درگذشت. مراد عریفov را ظهر 30 اکتبر در آرامگاه لوچاب دوشنبه در پهلوی گوری مادرش به خاک سپردند.
رو می‌آوریم با موضوع دیگر. سفیر قرقیزستان در تاجیکستان ادعای وکیلان پارلمان کشورش را بی اساس نامید که گفتند میراسلاو نیوزوف برای حل بحث‌های مرزی با تاجیکستان به قدر کافی کوشش نمی‌کند. تاجیکستان و قرقیزستان هنوز هم صدها کیلومتر مرزی بین دو کشور را تعیین و علامتگذاری نکردند. در بعضی از این منطقه‌های بحثی از جمله در مرز ولایت سوخت و بادکن مردمان دو طرف گاه برای همین زمین‌ها دعوا و کشمکش می‌کنند. همکار ما نیسا رسول و با میراسلاو نیوزوف در دوشنبه صحبت داشت و نخست از او درباره مشکلات مرزی جای داشته پرسید. Дело в том, что спорные вопросы گپ در سر آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه زمینه نزاع را در پی دارد. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند و ساده نیستند. این معمایی است که به حل آن تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرقیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید راه اندازی شده است که نوعی همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقداری درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم. هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمیتواند در این زمینه ضمانت بدهد. اما همگیرایی میان آدمان بین دهه ها حتما ضرور است. چون این روند پیوسته ادامه دارد. من این وظیفه خود را در شرایط ترک میکنم که مناسبت های دو کشور بر اساس زمینه حقوقی صورت میگیرند. در این زمینه حل هر گونه مشکلات امکان پذیر است. حالا حدود 520 کیلومتر مرز مشترک معین شده است و باید حدود 400 کیلومتر دیگر مرز نیز مشخص شود. порядка 400 километров, которые надо описать. سال بعدی همکاری ما از سفیر قرقیزستان در مورد بیانیه‌های وکیلان قرقیز بود که میراسلاو نیوزوف را به بی‌عملی عیب‌دار کردند. Ну, критически, но тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далек от کسی که چنین حرفا را میگوید از درک مسائل فرسخ‌ها دور می باشد. حل مسائل مرزی کاری خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف با مسائل قومی هر دو جانب پیوستگی دارد. این وضع بحرانی است که به این انفجار می آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالتها را پیش بینی می کنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. در چنین حالتها باید مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرزبانان و ماموران میلیسیا هم تاجیک و هم قرقیز فعالیت خوبی دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. بار دیگر تکرار میکنم که هیچ یک از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار را انجام هم نمیدهند. فکر میکنند که با خدا سلام علیک میکنند یا از ریشش دست میگیرند. Вот с Богом за руки здороваются или за бороду его держат. بینندگان عزیز، همین چند دقیقه پیش خبر رسید که وکیلان پارلمان قرقیزستان جانیش رستم بیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. رستم بیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرقیزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزوف را عوض خواهد کرد. اما شکل کامل صحبت میراسلاو نیوزوف را میتوانید در وبسایت ما و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا نمایید. من برنامه را ادامه میدیم. با نزدیک آمدن سردی های امسال منزل های تخریب شده ساکنان دهات در ناحیه فرخار ناتمام مانده است. نزدیک 20 خانه مردم را بهار امسال سیل تخریب کرد و مقامات ناحیه وعده داده بودند که تا ماه سپتامبر منزل هایشان برقرار می شود. ولی با گذشت یک ماه از مهلت وعدگی کارهای بنیادی انجام نشدند. گزارش محمود جان رحمتزاده و شادمانیتی در همین باره است. турахон Туллаев зимистони имсолро дар хонаи нав мегузаронад. Баҳори имсол дар деҳаи Сурхоб бориши пай дар пай 17 хонаро валангор кард ки манзили Туллаев яке аз онҳо буд. мақомот ваъда дода буд манзилҳои тахрибшудаи деҳаро барқарор мекунад. фақат амир дуор карданам рӯшар шикату задан тамом. ҳеҷ ёрдам накардам. ҳеҷ накардам. ба хидмам. сокинон талош доранд аз ҳисоби худ ҳам бошад ҳарчи тезтар манзилҳояшонро таъмир кунанд то аз сардии зимистон эмин монанд.
تورخان برای این ساختمان 4000 سومانی از بانک قرض گرفته است. ساکنان میگویند مقامات خسارات و مبلغ ساختمان را حساب کرد و در ساختمان خانه‌شان روحانیان را جلب کردند. ظاهراً این مبلغ صندوق خیریه مسجدها است که مردم آن را به ساختمان خانه ها خیر کردند. همش پولی انا شیوشا ارماتروش خمون گرفتگیه سیمنت همش استو همش دوملو دادگیه انا دیگه سیمنت بلوک و رشته پخته ایورا خمون گرفتگیه. رئیس ناحیه فرخار ماه اوگوست گفته بود ساختمان خانه ها تا 1 ماه دیگر از حساب خود مردم جماعت ها برقرار می شود. در مسجدهای جمعه و هموطن بزرگ کردیم در هر یک جماعت‌های دیگر یک تایی خانه بودستان هستیم. در بعضی جا که اگر قسمت فصل برقرار شده باشد دو در همون جماعت از وعده رئیس ناحیه 3 ماه سپری می شود و زمستان در می کوبد، ولی بعضی از این منزل ها بامپوش ندارند. در پی بارشات ماه می در دهه سرخابی جماعت غلبه ناحیه فرخار 10 ها خانه زیر آب ماندند. و در دوشنبه برای نخستین بار در دایره نمایشی مد چهره آسیای مرکزی را انتخاب کردند. فستیوال مد طراحان و مدل ها را از کشورهای آسیای مرکزی گردی هم آوردند. امروز نولیموف به نمایشی مد رفته بود و این گزارش را فرستاد. راهروهای تالار هیئت رجنسی شام 26 اکتبر از هنرهای مردم آراسته بود. برای هنرمندان هر مراسم بهانه برای ترغیب است. و می دیدیم که عکس‌های تا اندازه جنجال برانگیز هم جای یافتند. این تصویرهای معرفت هنگامه سر مؤلف ریختند و باعث بحث‌های تند شدند. حالا در این گوشه چشم‌های از آنها به سوی ما می‌نگریستند که تقدیر یک زن را از منجلاب فشارها نقل می‌کرد. هیچ مانعی برای تماشای این نگاه‌ها وجود نداشت. این بیانگر آن بوده که محفل به ارج ارزش‌های فرهنگی در آستانه برگزار شدن است و تماشاهایی را امیدوارند که به مراتب از تندگویی دورند. در دوشنبه چهره آسیای مرکزی را انتخاب کردند. مسئولین گفتند این گونه مراسم ها را به خاطر ترویج و ترغیب فرهنگی ملی میکنند. مبادله هنر، نشان دادن لطافت ملی و کشف چهره های نو از اهداف این آزمون است. چهره آسیای مرکزی بخش از آزمون طراحان و چهره های آسیا مدل فستیوال است. این آزمون در کره جنوبی برگزار می شود. در این فستیوال 25 کشور آسیا اشتراک می کنند. تلویزیون های 127 کشور مراسم نهایی آن را مستقیما نمایش می دهند. این آزمون از دختر و پسران عادی طراح معتبر و مدل شناخته می سازد. 15 دختر و پسر از تاجیکستان با آزمون نیمه‌نهایی راه یافتند. در دوشنبه شام 26 اکتبر با نمایندگان قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان سبقت ورزیدند. بر طبق مقررات دخترها و پسرهای 17 تا 28 ساله برای سبقت انتخاب می شوند و قدشان نه کمتر از 1 متر و 70 سانتی متر باشد و جسمشان به معیارهای یک مدل مطابق. یکی را به خاطر زیبایی روی انتخاب می کنند، دیگری را برای قد زیبا و اندام نازک. باز کوره‌ای ها بهتر می دانند. با برنمودن لباس‌های طراحان کوره‌ای یک شرط دیگری آزمون بود، اما اثرهای طراحان تاجیک نیز در صحنه جلوه دادند. بعد نمایش 3 ساعته لباس و مد حکمان جای اول و عنوان چهره آسیای مرکزی را به زیباسنم تاجیکستانی والریا ماروز تقدیم کردند. جایهای دوم و سوم را مدل ها از قرقیزستان صاحب شدند. برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.